اگر امروز محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز جمعه منبر برش بیکار کرده، عطرا را زده، گلا را آویزان کرده و انتظار داره که پیغمبر اینجا حضور پیدا میکنه و میآید. او گروه میگه که از شما کده ما اول نمره هستیم، ما اینقدر تعظیم پیغمبر میکنیم که پرسان نکن. تو مرده میگیشه؟ امروز گروه بزرگ عقیدهش است که رسول الله زنده است و تو را مرتد میگه، خوارج میگه، به خاطر که عقیده به مرگ رسول الله نداری. پرانه کدام طرف کنی؟ فرقه کم نه، فرقه که مردم سرش افتخار داره. در علمای دیوبندتان دو فرقه شده، حیاتی و مماتی. یک گروه از دیوبند قائل به است که رسول الله زنده است، یک گروه قائل به است که رسول الله مرده است. کدامش آل فرقه